همه‌گیری کووید 19 دنیای مد رو هم دگرگون کرد. در این 1.5 سال اخیر کت‌واک ها لغو یا آنلاین برگزار شدند. اما هفته مد لندن این فصل حضوری بود و رفتم سراغ یه طراح برجسته و محبوب بریتانیایی افغان تبار، عثمان یوسف زاده. عثمان در یک خانواده مهاجر پشتو زبان در یک محله کارگری شهر برمینگهم به دنیا اومد، اما حالا معروفترین ستاره‌های موسیقی و سینما طرح‌های او رو می‌پوشند. مامانم یک کسب و کار خیاطی داشت، برای مهاجرهای دیگه لباس می‌دوخت. همون خیاط افغان که شلوار کمیز و لباس‌های سنتی درست می‌کرد. بابام خوندن و نوشتن بلد نبود. انگار توی 2 تا دنیای موازی زندگی می‌کردن. این تفاوت‌ها باعث شدن موفق بشن و به یک جایی برسن. در عین حال برام مشکل ساز هم بودن. پدیده دوگانگی، این که آدم چطوری میتونه 2 دنیا رو به هم وصل کنه و چیزی بسازه که این 2 هویت هم به طور مساوی توش دیده بشن. من در میان زنان قوی پشتون افغان بزرگ شدم. اونا به طور خارق‌العاده قوی بودن، با اینکه زندگی سختی داشتن. و این همیشه برای من خیره کننده بود. ما توی خانواده خیلی تنگ دستی بزرگ شدیم. و سوال اینجاست که دلخوشیامون چی بودن؟ فکر کنم شادی یک حس همگانی باشه. اینکه شما یک لباس زیبا میپوشی و با پوشیدن این لباس زیبا شما یک آدم دیگه ای میشی. یه انسان نو. و این یک حس همگانی است. فرق نداره که چه طبقه اجتماعی باشی. با لباسی که میپوشید شما پیامی به دنیای اطرافتون میدین و یک چیزی را بیان میکنید. این یک راه مهم و در عین حال ساده‌ای بود که بتونم یک هویت داشته باشم. Having an identity really. مجموعه جدیدی که عثمان طراحی کرده نه تنها با محیط زیست سازگاره، بلکه رنگ و روی شرقی هم داره. نصف مجموعه با پارچه تنسل لوکس درست شده که یک پارچه گیاهیه و یک جنگل پایدار از نیمکره شمالی میاد. یک جانشین خوبی برای ابریشمه. من خیلی هیجان زده هستم که با پارچه‌هایی کار میکنم که سازگار با محیط زیست هستن. از سوزندوزی هم استفاده کردم. گلوبند و یقه‌هایی درست کردم که مثل گلوبندهای کوچی‌های افغانستان میمونه و همش گلدوزی داره. از عثمان درباره اتفاقات اخیر در افغانستان و مخصوصاً وضعیت زنان رو پرسیدم. It's really heartbreaking actually in many. واقعاً از همه لحاظ خیلی دلخراشه. اینجوری نیست که بغضم میگیره. مردم دارن از کشوری فرار میکنن که 20 سال تلاش کردن که اون رو از نو بسازن. فرهنگ و سنت ما پشتون‌ها همیشه از حقوق زنان حمایت نمیکنه. من این رو از بچگی تو خانواده خودم دیدم. در واقع طرز زندگی مادرم، روبنده پوشیدنش، محیط بسیار سنتی و پرده‌نشینی زنان. به نظرم زنان نقش مهمی توی جوامع ما دارن. اصلا فکر میکنم که زنان توی خیلی از زمینه‌ها قوی‌تر و برتر هستن. این یک ارزشی که ما باید ازش قدردانی کنیم. آصفه برات، BBC، لندن.